هیچ تاجیک حق ندارد پشتون را تحقیر بکند و هیچ پشتونی حق ندارد تاجیک را تحقیر بکند. من و شما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. باید همدیگر را به آغوش بگیریم. زمانی نیست که بگو تو تاجیکی، تو پشتونی، تو ترکمنی، تو ازبکی، تو فلانی. من فلانم، من از فلان قوم و گروه و نژادم. ما یک نژاد و قوم داریم و هم اسلام و هم لا اله الا الله محمد رسول الله. ما به غیر از اسلام هیچ گروهی نمی شناسیم. دین ما، زندگی ما، همه چیز ما اسلامه. ما با اسلام زندگی میکنیم، با قرآن. ما یک دستور العمل داریم، کتاب خداست.